هموطنان عزیز من، همیهنان عزیز، من همینطور که مشاهده میکنید در محضر مبارک اولیحضرت شهبانو هستم. خیلی به من شهبانو هموطنان پیغام میدادن مبنی بر اینکه ما چطور میتونیم این آثار رو خریداری بکنیم. من الان در محضر شهبانو اعلام میکنم که هر خرید یا هر سفارشی داشته باشید مبلغش مستقیما به صرف انجمن فرهنگ و هنر شهبانو خواهد شد و همچنین انجمن شاهپور علیرضای فقید. اینو خواستم دیگه مستقیم اعلام بکنم که دیگه گلایه‌ای نباشه. واقعا سپاسگزارم همچین محبتی میکنی دیگه، بذاری برای خودتون کمک بفرستن. من با تمام جان و روحم این کار رو انجام میدم شهبانو و باعث افتخاری است برای من که بتونم، من که اون زمان نبودم شهبانو، یعنی متولد دیگه بعد از اون فجایع هستم و واقعا همیشه حسرت میخورم شهبانو، همیشه. و به زودی زودم شما قدم های مبارکتون رو بر اون کشور خواهید گذاشت و خیر و برکت و آبادانی رو با خودتون و همراه خواهید بود. آزاد شه 100% خواهد شد شهبانو و این وجود برکت شماست که به اون کشور نور، روشنایی و هر آنچه که از آبادانی هستشو باز خواهد گشت. همراه با شما به قدم‌های اعلیحضرت رضا شاه دوم، بانو یاسمین و شاه دختر نباشه و مستقیما همه فروش به انجمن‌ها اهدا خواهد. خیلی ممنون واقعا. شهبانو با افتخار، با افتخار. و اینکه شهبانو من از خداوند واقعا اینو اینجا میگم که از خداوند اینو خواستم، این جان ناقابل من رو، عمر ناقابل من رو کم کنه و بذاره عمر با عزت شما که همچنان شما سایت مستدام باشه بر سر ایران ایران. من حاضرم جانم رو فدا بکنم در راه شما، زنده باشید، ولی سایه شما مستدام بمانه شهبانو. با تمام وجودم اینو میگم. نه، مهم اینه که زنده باشید، آزادی ایران رو ببینید واقعا.